مسئولین محترم، زیاد عمر نمیبینید. های کسانی که امر خراب مسجدها رو میکنید، به خدا قسم 100 سال بیشتر عمر نمیبینید و مطمئن باشید که بالاخره مرگ به سراغ شما هم خواهد آمد. همان گونه که به سراغ کسای دیگر هم آمده بود که مساجد خراب میکردن. برو ز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. میگوید شاید شما نرفتی سراغ کسایی که دشمن دین و دشمن مساجد بودند، احوال اونا را ندیدید، مقام اونا را ندیدید، جایگاه اونا کجاست؟ 70 سال رژیم کمونیستی سر تا پا دشمن اسلام میکرد، دشمن اسلام میکرد، مساجد خراب میکرد، کتاب میسوخت، قرآن میسوخت. کجا شد اون رژیم؟ کجا شد اون کمونیستای میدل به پیش؟ کجا شدن اونا؟ اون کمونیستا همشون خلعتی دموکراتیا پوشیده امروز داخل مسجد شدن. چرا؟ چرا که یقین کردن که مرگ سراغشون می آید. شما مردن ندارید، شما نیاز به جنازه ندارید. یک بار بروید حرف دین مردم گوش کنید. همه کار کرده ایستادید که مردم دشمن شما شوند. بعد میگویند که از بیرون، از اروپا و از امریکا دشمنا. نه، این دشمن در داخل همون رئیس جماعت، همون رئیس ناحیه، همون نماینده کمیته دین، همینا دشمنی حکومت هستند. همینا میخواهند که در کشور ناآرامی راه انداخته شود. با کدام راه؟ بیا ما مسجد خراب میکنیم، اهالی این مسجد ضد حکومت میشن و یه روز خسته چی؟ از گریبان حکومت میگیرن برای عملهای فلیع و فجیعش. حالا گذشته از این مطمئن باشید برادرای عزیز، مطمئن باشید که عملاتون عملهای خوب نیست. صدها مسجد، هزارها مسجدها را خراب کردید. این بناها با پول مردم ساخته شدن، نه با پول حکومت. شب و روزی که امروز مردم نان خوردن ندارد، آخرین مبلغ، آخرین پول خود، پیسه خودش برای ساختمان مسجد پرداخت میکند. ولی شما آمده با این مردم مسخره بازی میکنید. یگانه در و درگاهی که این مردم برای داد و ستد میروند و میکنند این درگاه خداوندی است و این مسجد است. شما رئیسا کارتون فقط با لنکروزر را رفته عادی خو استراحت کردن است. شما کی گپی این مردم گوش میکنید؟ شما کی به داد این مردم میرسید؟ شکماتون نبینید؟ گردناتون نبینید؟ من نمیدونم وقتی که شما را تعیین میکنن، نزنچید میکنن، یک چیزی هست به نام خاراکتریزویش متریال. وقتی یک رئیس، یک وزیر تعیین میکنن، حتما دستگاه رئیس جمهور یا دستگاه ولایت میبیند که طرف کی است. آیا اونجا نشانه از دین و دینداری شما نوشته میشد یا نه که مسلمان است طرف؟ و آیا این ایمانداری یک آدم برای تعیین وای در همین جاها، در رئیسا، در وزیرا تأثیری میرساند یا نه؟ یا که نه، در اونجا نوشته است که کمونیست، بدین، اتئیست است و این زود میگذرد. شرم دارید، شرم. تمام جهان این نوار آزادی نشر کردگی را نشر کردن، تمام جهان.